سلام دوستان، من ممنون اسپورت هستم. خوش اومدید به این ویدیو. من توی این ویدیو میخوام بهتون یاد بدم که چجوری گانتون رو خیلی سریع دایموندی یا طلایی کنید. این روشی که من میگم خیلی سریع و توی همین مچ من تونستم 85 کیل بگیرم و گانم رو خیلی سریع طلایی یا دایموندی کنم. خیلی خوب، بدون معطلی بریم سراغ آموزش. روز 4 آموزش کرافت موبایل با من. خیلی خوب، وارد بخش مولتی پلیر میشیم. روی این قسمت میزنیم هار پوینت انتخاب میکنیم. از قسمت مپ ها مپ شیپمنت رو انتخاب میکنیم تو خیلی کوچیک و راحت‌تر میتونیم کیل بگیریم. خب دوستان، میمونه کارهایی که واسه طلایی کردم میشینه که باید انجام بدینه که من مثلا میخوام آدرمو طلایی کنم. اتچمنتش هم میتونید بردارید، خیلی اتچمنت خوبیه. قسمت کمون میزنیم. سنت داره به ما میگه 600 تا کیل باید بگیره. دراگون داره به ما میگه که 50 تا هیپ فایر باید بکشم. این یکی داره میگه 80 تا راه دور و دوستانش با اتچمنت هدشات بدون اتچمنت و همین. خیلی ساده و ایزی. همینجوری کاری که مثلا میتونید بعضیا بودن نشستن باید بزنی که اونا موقعی که کیل میگیری باید نشسته باشی. خیلی ساده میری اینجا، مثلا اینجایی که میگه هار پوینت بری اونجا وایسی، مثلا با کشتن امتیاز نمیگیری. توی اونجا کپچر کردن، تو اونجا وایسادن چیز میگیری امتیاز. این دامینیشن فقط یه ذره فرق داره. وارد بازی که میشیم منم که از وسط میفرسته یه ذره لگ میشه بکن. خیلی خوب، اینجا خیلی راحت آدم میتونه کلی کیل بگیره، آدم رو بشه حالا خیلی ساده است. منم همینجوری گانم رو دایموندی کردم. شما خیلی راحت میتونید کیل بگیرید. من همینجوری گانم رو دایموندی کردم. البته واسه دایموندی کردن یه راه دیگه وجود داره. مثلا دایموندی کردن باید 10 توی هر 150 تا مچ 10 تا کیل بگیرید. اگه 20 کیل بگیرید 2 تا پر نمیشه، یه دونه پر میشه. پس واسه همین باید برم تیم دفمچ رو انتخاب کنم که خیلی طولانیه. تیم دفمچ رو انتخاب میکنم. مپ شیپمنت خیلی ساده گانم رو دایموندی میکنم. من که الان بودیم بینیم MVP شد. نه بابا، این یکی MVP شد. نایف میکنه که ردش کنیم. چرا نمیره بابا؟ ولم کن، برو داخل، برو. صحبت های نامعلوم میزنم. خیلی خوب، نفر دوم شد با اینکه این داشت نایف میکرد. 329 لول 329. من 85 کیلو گرفتم. نه شد 2 تا چیزی من MVP نشدم. خب یعنی چی؟ من 85 کیلو گرفتم. نامرده. خب دوستان، امیدوارم که این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره تا ویدیو دیگه. خدافظ.